طرح قانون درباره عفو اموال روز 30 ایون در جلسه مجلس نمایندگان قبول شد. بر اساس طرح نو، شهروندان تاجیکستان می توانند دارایی و مبلغ‌های تا سنه مورد عمل قرار گرفتن قانون به دست آورده خود را رسمی کنند. با لایحه قانون مذکور نامگوی معین دارایی‌ها اینچنین مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله دارایی‌ها و مبلغ‌های آنها در دولت‌های خارجی که قبلا در اعلامیه رسما نشان داده نشده از گردش قانونی اقتصادی برآورده شدند توسط سرمایه‌گذاری مبلغ‌ها به اقتصادیات ملی تاجیکستان و آشکار نمودن آنها قانونی گردانیده می‌شوند. اما قانون نو برای عفو اموال غیرقانونی بعضی محدودیت‌ها هم دارد، از جمله برای دارایی و مبلغ‌هایی که طبق قانونگذاری تاجیکستان معاملاتشان محدود شده است. این چنین اموالی که قرار دادگاه برای مصادره شدنش صادر شده است به این قانون داخل نمی‌شود. قانون درباره عفو اموال از سوی مجلس نمایندگان قبول شده، باید مجلس ملی از آن طرفداری و رئیس جمهور زیرش امضا گذارد. بعد این ترتیب دوام 12 ماه شهروندان می توانند اموال غیر قانونی خود را به رسمیت درآورند. مقامات از عفو اموال امید زیاد دارند. مقصد قانون مذکور فراهم آوردن شرایط مساوی برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی، تامین نمودن شفافیت، کاهش دادن حصه اقتصادی پنهانی، بازگردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان به اقتصاد ملی، فعال نمودن سرمایه‌گذاری برای رشد صاحبکاری مقرر گردیده است. یک نکته مهم برای شهروندان این است که بر اساس قانون نو، منزل‌هایی که در گذشته غیر قانونی ساخته شدند عفو خواهند شد و رسما ثبت می‌شوند. در 30 سال استقلالیت این بار دوم است که در تاجیکستان عفو اموال صورت می‌گیرد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.